بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، مصنف حافظ ابو اسحاق البیری رحمت الله علیه در منظومه تائیه خود در بیت 66 گفتند که ولم اشرب حمیا دفر و انت شربتها حتی سکرت ولم احلل بواد فيه ظلم و انت حللت فیه و انحملت. میگویند ولم اشرب حمیا دفر، من ننوشیدم حمیه، یعنی از نگاه مست شوی. دفر این لقب دنیا هست. دفر به معنای قدیر، یعنی افلاسی. دنیا یعنی دفرین گفتن یعنی مادر افلاسی ها هست. برای همین هم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا را لعنت کردند. غیری ذکر الله و آن چیزایی که به ذکر الله تعالی نزدیک است و غیر عالم و غیر متعلم، دیگر چیزها همه ملعون است گفتن، یعنی از رحمت الله تعالی دور کرده شده است. برای چی دنیا را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که دنیا لعنت شده است؟ برای اینکه در دنیا غالبا سخن دروغ که گفتید راست شماریده می شوید، سخن راست که گفتید دروغ شماریده می شوید. اهل و سزاوار به وظیفه گذاشته نمی شود، نااهل و ناسزاوار و ناسزا به یک وظیفه بلند داده می شود. و ظلم در دنیا بسیار است نسبت عدل و عدالت. بنابراین دنیا مادر افلاسی ها هست گفتن. موزال همیشه مصنف در اینجا از نام دیگر کس خود را نصیحت کرده ایستادند. گویا ابوبکر مصنف را نصیحت کرده ایستاده است. این اسلوبی که مصنف در این بیت ها اختیار کردند، یعنی خود را سرزنش دارند. یعنی هر یک شخصی که مردم را به اصلاح دعوت میکند خود را باید نصیحت کند. واقعا شخصی صالح شدن آسان است، لیکن شخصی مصلح شدن دشوار است. مصلح کی است؟ مصلح آن آدمی که دیگرها را اصلاح میکند. وقتی که خود را اصلاح کرد و به اصلاح دیگرها میکشید، این مرتبه بلندتر است و در این مرتبه انسان به مصیبت ها گرفتار می شود. یک نفر اگر شکر و سپاس گوید به این عملش، این هم از یک جهت ضرر دارد. برای چی؟ برای آنکه شاید مغرور می شود و از جهت دیگر اجر و ثوابش می رود اگر به همین خرسند شود. و از جهت دیگر آنهایی که ملامت میکنند، شخصی که مردم را اصلاح میکند، آهسته آهسته شخصای پیدا میشوند که او را تنقید میکنند، ملامت میکنند، از او مردم را تحذیر میکنند و در حقش تهمت ها پیدا میشود. به همین این باید شخص مصلح صبر کند. بنابراین مصلح کم است. بعضی آدم ها شخص صالح را تعریف میکنن، میگن فلانی علم داشت، شبها نماز میخوند، روزها روزه میداشت، همیشه با ذکر الله تعالی مشغول بود، به کسی کاری نداشت. با همین صفتش تعریف میکنه که یعنی که امری معروف هم نمیکرد، نهی منکر هم نمیکرد. گفته تعریف میکنن یعنی به کسی کار نداشتن، بسیار شخصی مشغولی با عبادت الله بودند. گفته تعریف میکنه، لیکن این از نگاه شریعت گناه است. یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای آنهایی که ایمان آوردید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما وقتی که برای راست هدایت مییابید نشود که به شما آنهایی که گمراه شدن ضررشان برسد. این حدیث اولین حدیثی که امام احمد در مسند خود روایت کردند. اولین حدیث در صحیح بخاری حدیث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنیات باشد.
اولین حدیث در مسند امام احمد که شیخ امام بخاری حساب می شوند حدیث ابوبکر صدیق است که حضرت ابوبکر همین آیت را از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند که الله تعالی میگوید که یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای آنهایی که ایمان آوردید ضرر نرساند به شما آنهایی که گمراه شدند بعد اینکه شما هدایت یافتید. چی معنی دارد؟ یعنی یک انسان اگر هدایت یافته باشد، شخصانی که هدایت نیافتند گمراه هستند، ضرری آنها به هدایتگرها میرسد از کدام جهت؟ وقتی که آنها را به سوی راه راست دعوت نمی کنید ضرری آنها میرسد. به سبب آنکه شریعت را نرسانیدید جزا داده می شوید. هر چیزی که از شریعت پر را آموختید آن را شما وظیفه دار هستید که رسانید. هر چیزی که از شریعت ذره شک و شبهه دارید شما واجب این است که شما در اون مسئله سکوت کنید. نمیدانم گویید، نگویید از نام شریعت آن چیزی که نمیدانید. بنابراین در کتاب‌های تفسیر و اصول تفسیر گفتند که من قال فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ. کسی که در تفسیر قرآن با فکرش تفسیر کند و درست تفسیر کند در حقیقت خطا کرده است. درست تفسیر کرده است لیکن با فکرش تفسیر کرده است. بازگشت به قرآن، بازگشت به حدیث، بازگشت به اقوال صحابه و تابعین، بازگشت به قول امام‌های مفسرها نکرده، با فکر خودش قرآن را تفسیر کند و تفسیرش هم طبق شریعت موافقت کندم خطا کرده است، به معنای گناهکار شده است، برای آنکه بدون علم در شریعت گپ زد. بنابراین وقتی که در یک حدیث هم آمده است که الله تعالی فرشته ها را امر میکند که قبیله را رفته چپه گردان کنند، فرشته ها آمده میبینند که در آن قبیله یک شخص صالح است، آمده به الله تعالی خبر میده، حالا که الله تعالی با خبر است، میگن که پروردگار در آنجا یک بنده تو هست، بنده صالح هست، ما خانه او را یا به سبب آن یک دیه را چپه گردان کردن ترسیدیم. الله تعالی گفت که از خانه او شروع کنید، لانه لم یتمعر وجهه یوما من الایام، زیرا که او یه روزی در راه الله غضب نکرد. غضب کردن در راه الله تعالی عبادت است. باب الغضب فی الموعظه. امام بخاری گفتند که باب درباره غضب کردن هنگام موعظه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که خطبه میکردن که انه منذر جیش، گویا که آنها مردم را از یک جیش، یک لشکری که به قبیله هجوم کردنی است، از آنها گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را ترسانیدنی هستند. و علی صوت و آوازشان بلند میشد، رنگ و رویه هایشان تغییر میافت، صلوات الله و سلامه علیه، لانه لم یتمعر وجهه یوما من الایام، زیرا که روی او یگان روز در راه الله تعالی غضب نکرد. یعنی مردم را وقتی که دید که منکر را اجرا میکنند، کار گناه میکنند، آنها را نهی نکرد. برای دین الله تعالی، حرمات الله تعالی وقتی که پایمال شد، کسی الله تعالی را تحقیر کرد، کسی دین الله تعالی را تحقیر کرد، کسی پیغمبر علیه السلام را تحقیر کرد، کسی علمای اسلام را تحقیر کرد، آنها خاموش بودند. من استغضب فلم یغضب فهو حمار. امام شافعی میگن که کسی که غضب کنانیده شود و غضب نکنه و خر است. یعنی به ناموس شما کسی رسد، غضب شما را بیارد و شما اگر غضب نکنید، این بسیار صفتی بد است. ولم اشرب حمیا ام دفر و انت شربتها حتی سکرت. من میگوید ابوبکر، مصنف از نام ابوبکر گفته ایستادن، من لم اشرب، ننوشیدم، حمیا این خمر است، عرق است، من عرق ننوشیدم، این معنای لغوی است. ام دفرین، مادری القدر گفتیم، دفر را، مادری افلاسی ها را، یعنی دنیا را. و خود خمر هم ام الخبائث، مادری پلیدی ها گفته در حدیث ها ثابت شده است، برای آنکه وقتی که انسان عرق که نوشید
دیگر گناه ها به سبب نوشیدن عرق صادر می شود. یعنی از سبب نوشیدن عرق دیگر گناه ها تولد می شود، پیدا می شود. بنابراین مادر گناه ها گفتن. و اینجا عرق به معنای حقیقی خودش نه، بلکه به معنای دنیا. وقتی که انسان که عرق نوشید مست می شود، دیگر حق را از باطل، راست را از کج، دروغ را از راست و حلال را از حرام فرق نمی کند. همین گونه وقتی که محبت دنیا هم اگر قلبش محبت دنیا را بنوشد، یعنی به خودش کشد، محبت دنیا در داخل قلبش اگر درآید، در این حالت دیگر چخیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم تعیس عبد الدینار و درهم، هلاک شود بنده دینار و درهم گفتند، دیگر وقتی که اگر دین و دنیا تعارض بیاید، در یک وقت دو کار پیش آمد، یکی کار دینی، یکی کار دنیوی. کدام انسان کار دنیا را پیش گرفت با مقصد دنیا و با مقصد اولادانستن دنیا از دین، در این حالت این دلالت میکند که قلب او محبت دنیا را چشیده است، نوشیده است. من یعنی نصیحتگر به شیخ گفته ایستاده است که ولم اشرب حمیا دفرین، من ننوشیدم، محبت دنیا را ننوشیدم، قلب من آن را ننوشیده است. و انت شربتها حتی سکرت، تو باشی نوشیدی حتی مست شدی. تو محبت دنیا را تا قعر قلبت بنوشیدی حتی مست گشتی. یعنی اینجا مصنف رحمت الله علیه خود را نصیحت کرده ایستادند. بعد مصنف رحمت الله علیه گفتند که ولم احلل بواد فیه ظلم و انت حللت فیه و انحملت، من با آن وادی هایی که اونجا پر از ظلم است نفر آمدم، تو باشی فر آمدی حتی آبی چشم مردم را برآوردی. این حملت یعنی آبی چشم را برآوردن. و انحملت العین اذا فاضت، وقتی که چشم آبی دیده برآورد این حملت میگوین عرب ها. من با آن وادی بین دو کوه است، با آن وادی هایی که در آنجا ظلم است نفر آمدم، تو باشی با آن وادی ها فرا آمدی حتی آبی چشم مردم را ریزانیدی. ظالم آبی چشم مردم را می ریزاند. ظلم بسیار گناه عظیم است. بنابراین الله تعالی گفت که انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا، من ظلم را برای خودم حرام کردم. ببینید الله تعالی برای خود ظلم را حرام کرد. فلا تظالموا، و بین شما هم حرام کردم، به هم دیگر ظلم نکنید. ظلم حتی به کافر هم درست نیست، به حیوان هم، به هیچ کسی. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یک قوم را اگر بد بینید، این بد دیدن شما به ظلم کردن آنها برده نرساند. به آنها ظلم نکنید. وقتی که بد میبینید بگذار کافر باشد، عدالت کنید. عدالت به حقیقت نزدیک است، به تقوا نزدیک است. در اینجا مصنف خود را از زبان ابوبکر نصیحت کرده ایستادند که ولم احلل بواد فیه ظلم، ای نصیحتگری من با آن وادی هایی که پوری ظلم بود نفر آمدم، تو باشی فرا آمدی حتی آبی چشم مردم را ریزانیدی. وای بر حال ظالم که آبی چشم مردم بیچاره را میبرارد. شبها مادرها، پدرها در حق آن شخصی که فرزندش را بیگناه زندانی کرده است دعای بد میکنن. واتق دعوت المظلوم، از دعای شخص مظلوم بترس. فانه لیس بینه و بین الله حجاب، چون بین شخصی مظلوم و بین الله تعالی پرده نیست.
دعای مظلوم مقبول است. لانصرنک ولو بعد حین. الله تعالی میگه که قسم به بزرگیم ای شخصی مظلوم، من تو را نصرت میدهم اگرچه بعد مدتی باشد هم. وای بر حال ظالم، وای بر حال ظالم که آب دیده زنهای کودکان را میبرارد. ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه. ظلم یک چیز را در غیر موضعش گذاشتن، ناحق سخن کردن، ناحق مال کس را گرفتن، ناحق آبروی کسی را ریزانیدن، ناحق یک حقوق شخصی را پایمال کردن است. حتی به حیوان ها اجازت نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دوزخ را دیدند شب اسراء و معراج، یک زنی را دیدند که یک گربه، یک پیشک که مانند کوه عظیم شده بود و با پنجه هایش روی آن زن را می خراشید. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند که ای جبریل این زنک کیست؟ گفتند که یک زنی هست که یک گربه را محکم کرد، به یک قفس قلف کرد، نه سر داد که خودش برآمده یگانچه یافته خورد، نه طعام داد حتی ماتت، حتی مرد. انا همون گربه را امروز الله تعالی زنده کرد، اون گربه این کمپیر را عذاب داده ایستاده است. ظلم به یگان به شخصی کافر هم اجازت نیست. اگر مسلمان کافر را ظلم کند و کافر دعای بد کند، الله تعالی دعای کافر را قبول میکند. و انت حللت فیه و انهملت، تو به وادی ظلم فرآمدی، مردم را ظلم کردی، آبی چشم آنها را ریزانیدی. در دیگر نسخه ها به جای کلمه انهملت انتهکت آمده است. و انت حللت فیه و انتهکت، یعنی تو به وادی ظلم فرآمدی، حرمات مردم را، حقوق مردم را پایمال کردی. انتهکت یعنی پایمال کردی، حق مردم را پایمال کردی. بعد از آن مصنف گفتند که ولم انشأ بعصر فیه نفع و انت نشأت فیه و من انتفعت. من در یک زمانی بسیار فایده، در زمانه سر فایده زندگی نکردم، تو باشی در آن زمانه زندگی کردی و فایده نگرفتی. یعنی در زمانه تو علم بسیار بود، اهل علم بسیار بود، در زمانه شما به درس دادن اجازت بود، مسجدها کشاده بود، دانشگاه ها بود، سفر کردن به دیار اجازت بود. ولم انشأ بعصر فیه نفع، من مانند شما در یک زمانه که فایده ها زیاد بود، علم بود، زندگی نکردم. تو در همان زمانه زندگی کردی و فایده نگرفتی. وقد صاحبت اعلاما کبارا ولم ارک اقتدیت بمن صحبت. در حقیقت شخصانی بزرگ را هم صحبت شدی. علم گفته اصلا کوه های بلند را میگویند، کوه های بلند را همه میبیند. علم نام های شهر، نام های شخص های مشهور، مثلا جبریل علم است، محمد صلی الله علیه وسلم علم است. وقد صاحبت اعلاما کبارا، ای نصیحتگری من، تو یک شخصانی بزرگ و بزرگسال و بزرگ مرتبه را هم صحبت شدی. ولم ارک اقتدیت بمن صحبت، ندیدم که با آنها اقتدا کرده باشی. محمد امین شنقیطی را دیدی رحمت الله علیه، علامه بکر ابو زید را دیدی، عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز را دیدی، محمد صالح عثیمین را دیدی، ناصر الدین البانی را دیدی، عبدالله جبرین را دیدی. وقد صاحبت اعلاما کبارا ولم ارک اقتدیت بمن صحبت. تو شخصان بزرگ را دیدی و نه فقط دیدی، هم صحبت شدی، لیکن ندیدیم که از آنها فایده گرفته باشی. یعنی مصنف خود را از زبان ابوبکر نصیحت کرده ایستادند.
در بعضی نسخه ها به جای وقت صاحبت اعلاما کبارا لقد صاحبت اعلاما کبارا آمده است. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتند که و ناداک الکتاب فلم تجبه و نبهک المشیب فمن تبهت و ناداک الکتاب، تو را کتاب ندا کرد. ندا از دور میشد. یا ایها الذین آمنو، ای آنهایی که ایمان آوردید. در 89 موضع الله تعالی مسلمان ها را ندا کرده است و در چندین موضع یا ایها الناس گفت است. وقتی که الله تعالی یا ایها الناس گفت ما را ندا کرده است، ما آدم ها هستیم. وقتی که یا ایها الذین آمنو گفت ای آنهایی که ایمان آوردید گفت باز ما را خطاب کرده است، برای اینکه مؤمن ها هم به زیر یا ایها الذین آمنو شامل هستند، هم به زیر یا ایها الناس. و ناداک الکتاب فلم تجبه، کتاب تو را ندا کرد. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. کتاب ندا کرده چی گفت؟ ای آنهایی که ایمان آوردید، وقتی که به نماز جمعه ندا کرده میشید فاسعوا الی ذکر الله، به ذکر الله تعالی شتاب کنید، و ذروا البیع، خرید و فروش را ترک کنید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، ای آنهایی که ایمان آوردید به فرمانهای الله تعالی اجابت کنید، لبیک گویید. کتاب تو را ندا کرد. کتاب مراد قرآن است. وقتی که کتاب اگر مطلق آورده شود مراد قرآن است. کتاب انزلناه الیک مبارک، کتاب است ما به سوی شما نازل کردیم، این کتاب مبارک است، مراد قرآن. وقتی که اهل الکتاب گفت مراد تورات و انجیل است. غالبا وقتی که کتاب تنها می آید مراد چی است؟ قرآن است. و سیبویه یکی از علما و امام های علم نحو کتابش به نام کتاب است، نام کتابش را کتاب ماندگی است. بعضی هم میگن که او کتاب ماندگی نیست ولی نام نگذاشت به کتابش، بنابراین مردم او را کتاب میگویند. و بعضی هم که او نامش را کتاب ماند، یعنی که این کتاب خیلی که شهر مدینه، نام شهر مدینه مدینه هست. مدینه ترجمهش چی است؟ شهر است. یعنی چی معنی داره؟ نام شهر شهر است، یعنی شهر شهرها هست، شهری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است، یعنی شهری حقیقی همین شهر است. کتابم کتاب حقیقی این قرآن است. و ناداک الکتاب فلم تجبه، کتاب تو رو ندا میکند، تو به نداهای قرآن جواب نمیگردانی، اطاعت نمیکنی. و نبهک المشیب فمن تبهت، و مویها و تارهای موی سر و ریشت تو را آگاه کرد و تو باشی آگاهی نگرفتی. وقتی که موی انسان سفید می شود، در ریش و در موی های او تار سفید پیدا می شود، این علکه منبه است. انا همین تار موی سفید آگاه کننده است. و در بعضی نسخه ها و ناداک الکتاب فلم تجبه و نهنهک المشیب فمن تبهت، به جای کلمه و نبهک نهنهک آمده است. نهنهک، نهنهک چی معناش؟ نهنهک نهنه عن الامر کفه و زجره، یعنی وقتی که گفت که نهنهک یعنی شما رو ملامت کرد، سرزنش کرد. موی سفید تو رو نصیحت کرد و تو آگاهی نگرفتی. نهنهک به همین معنا هست. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه خلیفه مسلمان های کل جهان را نقل میکنند که یک آدم وظیفه داده بودند، از نزد خودشان مزدش میدادند، آیلک میدادند هر ماه برای نصیحت کردن. هر روز در نزد اتاق کارشان می ایستاده است: ای عمر ابن عبدالعزیز، از الله تعالی بیترس، تو به نزدیکی از این دنیا وفات میکنی، به هر یک سخنی که گفتی، به هر یک عملی که کردی در پیشگاه الله تعالی جواب میگویی. گفته این آدم
وظیفش خاطر رسان کردن عمر ابن عبدالعزیز. وقتی که پادشاه که شدید دیگه مردم نصیحت نمی کند، می ترسد از نصیحت کردن. اون آدم هایی که شما را تعریف می کند شما بزرگ هستید گفته تعریف می کند، اگر چی شما بزرگ باشید هم اونها دوست شما نیستند. اگر شما ظالم باشید، اگر شما بدبختترین خلق الله تعالی باشید و مردم از شما فرشته تراشد، وای بر حال آنهایی که شما را تعریف کرده است. اونها را باید حکم قتل میداد. ای پادشاه، آن آدم هایی که تو را تعریف میکنه آنها دشمنی تو است. حتی اگر تو شخصی صالح باشی، شخصی که نمازها در جماعت به مردم امامتی میکنی، تو پادشاه هستی، حافظی قرآن هستی، پادشاه هستی، حافظی حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، از حق مردم میترسی، شبها نماز میخوانی، روزها در طاعت الله تعالی مشغول هستی، همین گونه پادشاه باشی و مردم تو را تعریف کنن، همون شخصایی که تو را تعریف کرد باید آنها را جزا میدادی. احث التراب علی وجه المداحین، خاک پاشید بر روی آنهایی که شما را تعریف کرد. اما اگر تو یک پادشاه ظالم باشی، یک پادشاهی که با الله تعالی مبارزه میبری، دین الله تعالی را تحقیر میکنی، سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را حقارت میکنی، سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را تحقیر میکنی، شعائر دین الله تعالی را تحقیر میکنی، شریعت را دشنام میدهی، ضد دین الله تعالی مبارزه میبری و مردم تو را فرشته گویند، مردم تو را پیغمبر گویند، مردم تو را بزرگ شمارند، وای بر حال آن آدمایی که تو را تعریف میکند، وای بر حال تو که آنها را جزا نمیدی، اونا دشمنای تو هستند. و خوشا به حال آنهایی که در روبروی سلطان ظالم سخن حق را میگوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بزرگترین شهید حمزه ابن عبدالمطلب، یعنی عمک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و من قال کلمت الحق عند سلطان جائر، و آن آدمی که در نزد سلطان ظالم سخن حق گفت و سپس کشته شد. این آدم بعد حمزه مرتبهش بزرگترین شهید است. و ناداک الکتاب فلم تجبه و نبهک المشیب فمن تبهت، کتاب تو را ندا کرد اجابت نکردی، موی سفید تو را خاطر رسان کرد عبرت نگرفتی. عمر ابن عبدالعزیز وقتی که آن شخصی را که وظیفه دار کرده بودند که هر روز حضرت را نصیحت کند، برای او آیلیک جدا کرده بودند، وظیفه دار کردند که مرا از شریعت باخبر میکنی. بودند پادشاه هایی که بعض عالم ها و شخصان دین، آنهایی که علم دین دارن، آنها را به خود نزدیک کرده میگفتند که تو هر وقتا که من سخنی ضد سخن الله گفتم، ضد سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم، مرا آگاه کن، هیچگاه نگذار که من ضد شریعت یک دهم سخن نادرست گویم. گفته یک شخص وظیفه دار میکردن. خوشا به حال این خیل سلطان ها. عمر ابن عبدالعزیز هم همین کار را کردن و می شود گفت دیگرها از عمر ابن عبدالعزیز تعلیم گرفت. بعد یک روز حضرت عمر ابن عبدالعزیز آن آدم را فریاد کردند و گفتند که امروز به تو جواب وظیفه تو تمام است. گفتند مزدش را دادند و او را از وظیفه سبکدوش کردند. برای چی؟ برای آنکه در موی سرشان یک تار سفید پیدا شده است. و نبهک المشیب فمن تبهت، موی سفید تو را خاطر رسان کرد و تو آگاه نشدی. وقتی که انسان صاحب موی سفید شد، آن موی سفید وقتی که در آینه میبیند او را نصیحت میکند. بنابراین گفتن که و نهنهک المشیب فمن تبهت، موی سفید تو را امر معروف کرد و تو آگاه نشدی. در حدیث صحیح در سنن ترمذی آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من شاب شیبه فی الاسلام کانت له نورا یوم القیامه، کدام انسانی که در راه دین مقدس اسلام مویش سفید شود، آن موی روز قیامت برای او نور می شود. خوشا به آن جوانی که از ایام جوانیش
در دین مقدس اسلام نشأ و نما یافته است. حتی مویش در این راه سفید گشته است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند 7 نفر شخصیت هایی که روز قیامت در زیر سایه پروردگار است گفتند که و شاب نشأ فی طاعت الله، جوانی که در طاعت الله تعالی نشأ و نما یافته است. از ایام جوانیش نمازهاش در جماعت، از ایام جوانیش در مجلس علما نشسته، سخن الله و سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده است، قرآن حفظ کرده است، حدیث حفظ کرده است، علم شریعت آموخته است و در همین راه مویش سفید شده است. خوشا به حالش. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتند که و یقبح بالفتى فعل التصابی و اقبح منه شیخ قد تفتى، و بسیارم قبیح است، بیزیب است به شخص جوان این است که کار کودکا را کند. کودکا امروز در تلفن ها بازی میکنند. عیب است به جوان ها که همون بازی کنند. و یقبح، بسیار قبیح است، بسیار بیزیب است. یک جوان را بسیار بیزیب نشان میدهد هم به الله هم بر خلقش اینکه کار کودکا را کند، یعنی بازی کند، بیهودگی کند، مانند کودکا اخلاق داشته باشد. یعنی بسیار به یک جوان بیزیب است این که کار کودکا را کند. و اقبح منه شیخ قد تفتى، از این هم بیزیبترش این که یک موی سفید کار جوانا را کند. و اقبح منه شیخ قد تفتى، از این هم قبیحترش این است که شیخ پیران سال شده است و کار جوانا را کرده است. بنابراین موی سفید باید خودش به جوانا تشبیه نکند، به جوانها مانند نکند. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتند که و نفسک ذم لا تذمم سواها لعیب فهی اجدر من ذممت، نفس خودت را مذمت کن. لا تذمم سواها، لا تذمم سواها، غیر نفس خودت دیگرها را مذمت نکن. لعیب فهی اجدر من ذممت، مردم را عیب نکن، عیب مردم را جستجو نکن. سزاوارترین شخصی که عیب او را جستجو میکنی این نفس خودت هست. لعیب فهی اجدر، نفس خودت لایق و سزاوارتر است که او را مذمت کنی. نصیحت کردن مردم دیگر چیز است، عیب کردن مردم دیگر چیز است، گناه مردم را جستجو کردن دیگر چیز است. بنابراین مصنف خود را از زبان ابوبکر نصیحت کرده ایستادند که تو به جای اینکه مردم را عیب جویی کنی عیب خودت را جوی. یک استاد ما از سن 60 گذشته بودن آن زمان یک محاضره تشکیل کردن با نام اخطاء الدعات، خطاگی داعی ها، خطاگی های شخصانی که مردم را دعوت به سوی الله تعالی میکند. بعد سبب آن محاضره را گفتند که از یک سفر برگشتم و یک دفتری را گرفتم، بعد عیبهای خودم را جستجو کردم میگویم. 1-2 عیب یافتم. بعد از همسرم پرسیدم که در من چه عیبها را میبینی، التماس برای من سخن حق را بگو، یعنی شرم ندار، نترس، نصیحت کن مرا، در من کدام عمل را میبینی که آن عمل خطا هست و عیب است و به شأن ما زیبنده نیست. و همین گونه بعدی همسرم به شخصان نزدیکم، آنهایی که با من هر روز وا میخورند، از آنها پرسیدم. همین گونه از مردم جمع کردم میگویم. برای آنکه واقعا یک مثال هم ذکر کردن که اگر شما به مکه روانه باشید و به یک جا در آمده بنزین گرفتید، مثلا لو در آنجا یک استای گفت که ماشین شما فلان آواز برآورده ایستاده در فلان جاش عیب دارد، اگر همین را اصلاح نکنید در راه میمانید. راهی بین مکه و مدینه راهی گرم است، وقتی که انسان از ماشین که فر آمد دیگر کاندیشنر ندارد، خنک ها بسیار مشقت است.
آن آدمایی که در این عصر زندگی میکنند و به این خنک ها عادت کردند، برای آنها بسیار مشقت است در این گرمی ها. و وقتی که در نصف راه میماند بسیار مشقت است. لیکن اگر استا را نصیحت استا را گیرد و عیب ماشین خود را اگر تعمیر کند، یعنی عذاب نمیکشد. اینا مانند همین است. کدام انسانی که عیب خود را گیرد از مردم، حتی بعضی علما در آخر کتابشان یا در ابتدای کتابشان می نویسند که اگر در همین کتاب کسی خطاگی را بیند و آن را به من هدیه کند، میگفتند خطاگی را به من هدیه کند، من از او منتدار میشم و در حق او دعا میکنم. و اگر ما خطاگی را که دیدیم در نفس خودمون، باید با آن از خطاگی خود برگردیم به راه راست. هر یک فرزند آدم خطا میکند، لیکن بهترین خطاکار آن آدمی که به خطای خود توبه میکند و بازگشت به حق میکند. بنابراین آن آدمی که شما را نصیحت کرد، نصیحت از عیب کردن فرق میکند. آدمی نصیحتگر در تنهایی نصیحت میکند با مقصدی که شما گناهکار نشوید، و این چنین او هم اگر آن را دیده و دانسته اگر شما را خاطر رسان نکنه، او هم گناهکار میشه داخل. او وظیفه دار است که شما را آگاه کند به خطاگی شما. خلاصه شیخ میگن خیلی خطاگی هایم را جمع کردم و به اصلاح آن کوشش کردم. و همین گونه دیگر شیخ ها، دیگر داعی هایی را که در آنها بعضی خطاگی ها رو میدیدم جمع آوری کردم و امروز برای شما پیشنهاد میکنم. گفته پیشنهاد کرده بودم، واقعا نصیحت مصنف هم همین است که و نفسک ذم، نفس خودت را مذمت کن. عیب میخواهی، عیب های نفست را جستجو کن. آن آدم عاقل آن آدمی است که عیب خود را جستجو کند. برای چی این شب نماز تهجد نخواندی؟ ملامت کن نفس خود را. برای چی نخواندی؟ خیلی دین بسیار کار کردیم، خسته شدیم، یا تا نصف شب درس خواندم. عذر داری؟ یعنی برای عیب خودت عذر یافتی؟ برای برادرانت برای چی نیافتی؟ برای نماز بامداد برای چی دیر رفتی؟ سنت را نخواندی، در نصف رکعت یکم رسیدی، بین اذان و قامت دعا نکردی، بعد بامداد تا آفتاب برآمدن ننشستی، ذکری صباح را نکردی، قرائت قرآن نکردی، نماز ضحی نخواندی، روزه نداشتی. خودت را مذمت کن. و نفسک ذم، نفس خودت را مذمت کن. لا تذمم سواه، غیر نفس خودت دیگرها را مذمت نکن. این معنی این ندارد که نهی منکر نکن، نهی منکر کن، لیکن عیب نکن. فلانی فلان عیب دارد، غیبت نکن. لعیب فهی اجدر من ذممت، سزاوارترین نفسی که عیب او را جستجو میکنی این نفس خودت است. اگر عاقل باشی عیب خودت را جستجو کن، به تو بسنده است. حتی بعضی علما میگن که به یک فرزند آدم از پیدایشش تا به جنت یا دوزخ در آمدنش 21 فرشته موکل است، وظیفه دار است. منکر و نکیر هست در قبرش. در حیاتش در کتف راست و چپش 2 فرشته است که هر سخن و هر عملی که میگوید مینویسند. تو را الله تعالی وظیفه دار نکرده است که عیب فلانی را جمع کنی. و نفسک ذم، ای طالب علم، ای مسلمان، نفس خودت را ملامت کن. عیب های خودت را جستجو کن، یعنی دفتر کن. عیب های خودت را رقم گذاری کن، رقم 1، رقم 2، چند عیب داری، بعد آنها را اصلاح کن. علاجش را بپرس از علما. من فلان عیب را دارم، چی علاج کنم که همین عیب را ترک کنم؟ بعد به اصلاح آن عیب هایت شو، به عیب مردم کاردار نمیشوی. و نفسک ذم لا تذمم سواها لعیب فهی اجدر من ذممت و انت احق بالتفنید منی ولو كنت اللبیب لما نطقت. تو سزاوار به تفنید هستی. تفنید فکری یک کس خطا برآورده. این فکری شما خطا است گفتن در لغت عرب تفنید است.
و انت احق بالتفنید منی. یعنی ای ابو بکر، ای ابو اسحاق البیری، ابو بکر ندا دارد، تو سزاوارتر است که من عیبهای تو را، من فکرهای تو را به خطا برارم. ولو کنت اللبیب لما نطقت، اگر تو شخصی عاقل می شدی مرا خاطر رسان نمی کردی، مرا یعنی عیبهای مرا نمی جستی. گفته نصیحت کن. میگم تفنید در قرآن هم اومده است. الله تعالی از در سوره یوسف نقل کرد که ولما فصلت العیر قال ابوهم اینی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. وقتی که کاروان به راه برآمد از مصر به سوی کنعان، ببینید چندین مسافه هست، چندین کیلومترها است، از مصر به سوی کنعان وقتی که کاروان به راه برآمد، قال ابوهم، پدری آنها یعنی یعقوب علیه السلام گفت که اینی لاجد ریح یوسف، من بوی یوسف را می‌یابم. لولا ان تفندون، اگر شما فکری مرا به خطا اگر نبرارید، یعنی شما مرا گمراه حساب نکنید، من موی سفیدی به عقل نگویید، اگر من بوی یوسف را می‌یابم. مفسرها میگن که از روزی که یوسف گم شد تا آن روزی که یعقوب این سخن را گفت 40 سال گذشته بود. یعنی بعد 40 سالی که حضرت یعقوب گریه کردند، غم و غصه داشتند، اینی اشکو بثی و حزنی الی الله، من شکایت خود، غم و غصه خود را به الله تعالی میکنم. حتی از گریه و از غمگینی سفید سیاهی چشمشان سفید شد، نابینا شدند. بعد 40 سال وقتی که کاروان که حضرت یوسف فرستانید نماینده ها را که آمده خبر دهد یعقوب را به نزد یوسف برند، خبری زنده بودن یوسف را برسانند. ولما فصلت العیر، وقتی که لشکر از مصر به سوی کنعان رهسپار شد، اینی لاجد ریح یوسف، من بوی یوسف را می‌یابم. واقعا بوی یوسف را یافتند. لولا ان تفندون، اگر شما فکری مرا تفنید نمی‌کردید، یعنی کلمه فند از همین جا آمدگی است. لولا ان تفندون، اگر شما مرا یعنی فکری مرا به خطا نمی برآوردید. آنها چی گفتند فرزندان یعقوب؟ قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم، تو گفتن در همون گمراهی قدیمت هستی، یعنی به امید زنده بودن یوسف بودن همیشه. تو گفتن در همون فکر قدیمت، در فکر خطا و غلط قدیمت هستی گفتن. یعنی معنای تفنید همین است، یک فکر یک کسی را خطا برآوردن. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتن که ولو بکت الدماء عیناک خوفا لذنبک لم اقل لك قد امینت، اگر چشمت خون گریه کند به گناهایت، من نمیگویم به تو که تو در امنیت هستی. اگر چشمت به گناهایت خون گریه کند، به جای اینکه آبی دیده برآورد، اشک، به جای اشک خون اگر گریه کند چشمهایت از ترس گناهایت، من نمیگم که تو در امنیت هستی. به سبب این پشیمانی و به سبب این گریهات تو از دوزخ و از عذاب الله تعالی تو در امنیت هستی، تو در امان هستی، نمیگم. اگرچه تو گریه کرده باشی و حتی خون گریه کنی، یعنی میشود که انسان خون گریه کند. ذکر کردن بعضی علما که بله بعضی انسان ها خون گریه کردن، مانند سفیان ثوری میگن از ترس الله تعالی خون گریه میکرد. میگن وقتی که سببش را پرسیده شدن برای چه خون گریه کردید، گفتن که حرمات الله تعالی پایمال شد، گناه کرده شد، شعائر الله تعالی پایمال شد و من نهی منکر کرده نتوانستم. یعنی حالتهای می شود که در یک مجلس در نزد شما شریعت حقارت کرده می شود و شما نهی منکر نمی کنید.
برای همین گناه ها خون گریه کردم میگن. و بعضی عالم ها هم آمده است که گویا در پیشابشان خون آمدگی است و در گریه هاشان نقل میکنند. ولو بکت الدماء عیناک خوفا لذنبک لم اقل لك قد امینت. اگرچه به گناهایت خون گریه کنی هم من نمیگم که تو در از عذاب الله تعالی در امان هستی. و من لك بالامان و انت عبد امرت فما اتمرت ولا اطعت. کی برای تو امانت میدهد؟ کی برای تو زمان امانت، زمان امنیت میدهد؟ کی کفالت میدهد که تو از عذاب الله تعالی در امنیت هستی و انت عبد، توی بنده هستی، امرت امر شدی از جانب الله تعالی، فما اتمرت اطاعت نکردی، آن امرها را اجرا نکردی، ولا اطعت سفارش های پروردگار عالم را اطاعت نکردی. ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك ان تخف اذا وزنت. ثقلت من الذنوب، از سبب گناهات زیاد بودنت وزنین شدی. ولست تخشى، با وجود اینکه گناهات تو رو زیر کرده است نمی ترسی. برای چی نمی ترسی؟ لجهلك، برای آنکه تو نادان هستی. نادان هستی که ان تخف اذا وزنت، روز قیامت وقتی که برکشیده میشوی سبوک میبرایی. روز قیامت سبوک میبرایی از سبب جاهلیت نمیدانی. روز قیامت تو سبوک برکشیده میشوی. یعنی این اشاره به آن حدیثی هست که روز قیامت انسان برکشیده میشد، هم سخنهایش، هم عملهایش و هم خود انسان برکشیده میشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابه ها از پایهای باریک عبدالله ابن مسعود خنده کردند، عبدالله ابن مسعود در یک شمال به بالای درخت عراق برآمدند، درخت مسواک. وقتی که برآمدند شمال ایزارهای عبدالله ابن مسعود را بالا کرد که ساقهایش نمایان شد که ساقهای باریک بود. عبدالله ابن مسعود شخصی معدچه بودند و خراب بودند. وقتی که شمال پایهایشان را کشاد مردم خنده کردند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اتضحکون من دقت ساقیه، اتضحکون من دقت ساقیه، آیا از باریکی قدمهای شما خنده میکنید؟ مگر از باریکی پایهایش، ساقهایش خنده میکنید؟ والله انهما لاثقل فی المیزان یوم القیامه من جبل احد. قسم به نام الله تعالی روز قیامت پایهای ابن مسعود در ترازو از کوه احد وزنین است. این پایهای معده که دیدید از کوه احد وزنین است. یعنی دلالت میکند که انسان خودش هم برکشیده میشد. بنابراین در دیگر حدیث دارن که یک انسان میبیاد مانند کوه است، در نزد الله تعالی مثل قنات پشه خاموشک وزن ندارد. انسان خودش برکشیده میشود، عملهایش برکشیده میشه. چه خیلی که الله تعالی که فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، کسی که ترازوش وزنین بیاید، ترازوی عملهای صالحش از عملهای بدش اگر وزنین بیاید، فهو فی عیشة راضیه، او در جنت است، در حیاتی که در از آن راضی میشد. و اما من خفت موازینه، اما آن آدمی که ترازوش سبک بیاید، ترازوی عملهای صالحش سبک بیاید، فامه هاویه، جای این انسان دوزخ است. و ما ادراک ما هی، هاویه چی است میدانی؟ نار حامیه، آتشی تصفان است، یعنی دوزخ است. یعنی انسانی که عملهای صالحش سبک می بیاید و خودش در نزد الله تعالی وزن ندارد، این انسان انسانی که گناهکار است و این انسان وعده شده به دوزخ است. ثقلت من الذنوب ولست تخشى، از گناه ها وزنین شدی. چه خیلی که الله تعالی میگوید که و وضعنا عنک وزرک، ما از تو گناه را برداشتیم. الذی انقض ظهرک، آن گناهی که پشتت را زیر کرده بود، وزنین بود. برداشتن گناه این وزنینی است. بنابراین وقتی که انسان توبه میکند و از گناه ها پاک میشد، حس میکند سبوکی را، گناهش ریخته شدنش را حس میکند،
سبک میشد. حتی بعضی انسان‌های گناهکار هم میگن که بعد نماز جمعه برآمده میگن که سبک شدیم. وقتی که امر معروف و نهی منکر میشنوه، علم میشنوه، عبادت میکند، توبه میکند، دعا میکند، سبک میشد. گناه ریختنش را حس میکند. بنابراین گفتن که فقلت من الذنوب ولست تخشى، از گناه ها وزنین شدی و نمی ترسی از سبب نادانیت اینکه وقتی که در ترازو روز قیامت برکشیده میشوی سبک می آیی. بنابراین علم آموز، نادان نشو. آن عمل هایی که ترازوی وزنینی روز قیامت را، ترازوی عمل های حسنات تو را زیاده میکند، وزنین میاد زیاد کن. آن عمل های گناه را ترک کن. گفته مصنف رحمت الله علیه از نام ابوبکر خود را نصیحت کردن. در همین قدر کفایتی میکنیم. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.